یکی از روحانی و مثل شما پیش نماز بود، بعد کم کم دیگه حالا پیرمرد شد و بازنشست شد. عده‌ای از آیون رفتن اگه فرماشی دارید ما در خدمت شما. این در خلال بحث هایی که میکرد گفت خدا رحمت کند مرحوم شهریار را، ایشون در مدح از تعمیر درست است که اشعار گفته ولی یه بیتش ناقص است. گفت شهریار کدوم؟ گفته اونجاش گفت علی ای همای رحمت، گفته اون که همش شیرینه کجاش ناقصه؟ گفت نه اینجاش ناقصه. گفت کجاش ناقصه؟ گفت این بیت که گفت که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، این ناقصه. گفت این از این بلندتر بعد چی میخواست بگه شهریار؟ گفت این ناقصه.